از واصله رضی الله تعالی عنه روایت است که پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمودند: صحیفه های ابراهیم علیه السلام در اول ماه رمضان فرود آورده شد. تورات موسی علیه السلام ششم ماه رمضان فرود آورده شد. انجیل عیسی علیه السلام 13 ماه رمضان فرود آورده شد. زبور داوود علیه السلام 18 ماه رمضان فرود آورده شد و قرآن کریم 24 رمضان فرود آورده شده است. روایت طبرانی. شرح این حدیث: تمام کتاب‌های آسمانی از جمله قرآن کریم هم در ماه مبارک رمضان فرود آمده است. برکت ماه رمضان هم از برکت قرآن کریم می باشد. رمضان بهار قرآن و نجات مؤمنان است. مسلمانان باید این ماه گناهسوز را بیشتر به تلاوت قرآن کریم مشغول باشند.